درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 15. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب دوم، باب یکم. نباشد در این حالت چی پیشنهاد کرده می توانی؟ اگر من در جای تو می بودم که اکثر تلاش می ورزیدم که برای پارس های به اینجا رهسپار گشته در حال سلاح سازم، چون این سلاحی که با آن جنگاورانمان به نام هاماتیم ها مسلحند. آن از جوشن که به سر سینه پوشیده می شود، سپری بافته که به دست چپ، شمشیر کج یا تبری که به دست راست گرفته می شوند عبارت است. با آماده کردن این اسلحه به ما امکانیت فراهم می آری که با بی‌خطری کامل به دشمنی حمله کنید که فرار کردن را از مقاومت افضل تر خواهد شمارید. به مقابل آنهایی که در قطار باقی می مانند، ما با گروه های جنگی خود هجوم خواهیم کرد. دشمنی فراری را به اختیار شما و سوارگانتان وامی گذاریم تا دشمنان امکان توقف نمودن یا به قفا برگشتن را نداشته باشند. چون این گفت کروش که اکثر به خلاصه آمد که وی مصلحت‌های خوب داده است و پس دیگر درباره قوه علاوگی اندیشه ننموده به تیار کردن تجهیزاتی در بالا ذکر شده شروع نمود. وقتی که هاماتیم ها همراه با لشکری پارسی از فارس رسیده آمدند، این تجهیزات الکی قریب پره آماده بود. آنگاه نقل می کنند که کروش آنها را جمع کرده چنین گفت: دوستانم، من دیدم که شما به اینجا آمده با این گونه یراق و اسلحه مسلح شده اید. خواهش بزرگی وارد شوی به نبرد تن به تن با دشمن دارید. در عین حال من درک یافتم که اسلحه پارس هایی که همراهتان به اینجا آمده اند برای نبردها در مسافه دور بیشتر موافقند. از این رو من هراس داشتم که به شما در برخورد با قوه‌های برتری داشته دشمن و با شماره کمتان و بدون
هم پیمان‌های به اینجا رسیده ضرری نرسد. آدمانی که همراه شما آمدند از نگاه ساختار بدن بی نقصانند و جسمند و پررگی آمادند. آنها نیز عیناً با همان سلاحی که ما داریم تأمین کرده می شوند. برایمان حالا فقط ضرور است که روحیه آنها را بالا برداریم. آخر فرمانده باید نه تنها برای آن تلاش ورزد که دلیل و شجاع باشد، او همچنین وظیفه‌دار است غمخواری نماید که تابع آنش نیز به جنگاوران دلاور تبدیل یابد. او همین طور حرف زد و همه حماتیم ها از آن شادی اظهار نمودند که برای نبرد با آنها رفیقان سیرشمارشان می پیوندند. در عین حال یکی از آنها چنین سخنرانی کرد: شاید چیزی که من حاضر می گویم برای شما عجیب می نماید، اما محض من به کوروش مصلحت دادم که هنگام گرفتن سلاح در نزد پارس ها از نام ما سخن گویم. برایم به خوبی معلوم است که روح انسان را بیشتر سخنرانی آنهای باریده می سازند که امکانیت پاداش و جزا دارند. هنگامی که این گونه آدمان تحفه می دهند، نوابسته از ناچیز بودن آن نسبت به تحفه های آدمان عادی ارزش بزرگتر دارد. از این رو حالا هم باوری دارم که همصفان پارسی ما سخن کوروش را در مقایسه با ما با شادمانی بیشتر گوش می کنند. هنگامی که آنها به صف حماتیم ها داخل می شوند، موقع خود را استوارتر می حسابند، زیرا برای آن ایشان خودشان را نه در نزد ما بلکه در نزد پسر شاه و فرمانده لشکر منت پذیر می دانند. اما ما نیز نباید کناره‌جویی کنیم، بلکه برعکس با هر راه باید در باطن آنها عزم نجیب را بیدار نماییم. آخر ایشان خود را هر قدر جنگاوران سزاوار نشان دهند، برای ما همان قدر مفیدتر خواهد بود. پس از این کوروش تمام جنگاوران فارس را گرد آورده فرمان داد که تمام اسلحه را در میانه میدان گذارند و چنین سخنرانی کرد: سربازان فارس، شما هم مانند ما در همین دیار تولد یافته به وایه رسیده اید و بدنهای شما کمتر از ما آب و تاب نیافتند. موافق است که شما روحاً نیز ذره از ما ضعیفتر نیستید. شما با چنین خصلت‌هایتان در وطن عمومی ما با ما حقوقی برابر نداشتید، ولی نه برای آنکه کسی شما را بی عدالتانه فریب داده است، بلکه برایتان ضرور بود که رزق و روزیتان را باید خودتان به دست می آوردید. اکنون من با همراهی خدایان باید درباره شما غمخواری کنم تا که با ما حقوقهای برابر داشته باشید. شما اگر میل و خواهش داشته باشید، امکانیت دارید که همان نوع سلاح را کسب نمایید که ما داریم و در پهلوی ما مبارزه برده در همان خطر شریک باشید که ما به آن دچار می گردیم. و اگر شما خود را همچون جنگاوران نجیب و شجاع نشان دهید، در برابر ما با شأن و شرف صاحب خواهید گشت. پیشتر شما هم مثل همه ما با کمانوری و تیرپرانی شغل می ورزیدید. اگر شما در این هنرها از ما ضعیفتر باشید، آن تعجب آور نیست، زیرا شما این گونه وقتی فراغت نداشتید که به این مشغولیت ها
توجهی جدی داده باشید. اما هنگامی که شما این سلاح را به بر می کنید، در هیچ چیزی نسبت به ما کمتر نخواهید بود. هر کدام شما در سر سینه تان جوشنی خوب، در دست چپتان سپری بافته شده که همه ما برداشتن آن را عادت کرده ایم، در دست راستتان شمشیر یا تبری خواهید داشت که با آن دشمن را به هراسی خطا کنی شکست می دهید. آنگاه هر یکی ما را اگر جسارت نباشد با کدام خصلتی دیگر فرق کرده می توانند؟ با شما هم موافق است که این خصلت را در باطنتان نه کمتر از ما تربیت کنید. و چرا ما باید بیشتر از شما برای پیروزی به این سرچشمه و کفارت همه نعمت و شرفها تلاش ورزیم؟ اما قدرتی که تمامی بایگری مغلوب شدگان را به مال فاتحان تبدیل می سازد، مگر ما در مقایسه با شما به آن بیشتر نیاز داریم؟ در آخر کروش گفت: سخن مرا شنیدید. اسلحه در نزدتان است، بگذار خواهشمندان آنها را بگیرند و در نزد تکسیارخ و تکسیس های شبیه ما نام نویس شوند. خواهشمندانی که از موقع زرخرید قناعت کند، بگذار با اسلحه در قطار جنگاوران یاری رسان باقی ماند. تکسیارخ در افینه قدیم مرتبه دویومی حربی بعد از استراتیک ها، شرح مترجم تاجیکی کتاب. تکسیس صف، قطار، از روی ترتیب جایگیر شدن، شرح مترجم تاجیکی کتاب. کروش چنین گفت: پارس هایی که به سخن او گوش می دادند اندیشه نمودند که اگر حالا در پاسخ به دعوت کروش راضی نشوند که وظیفه های حماتم ها را به عهده گیرند و بر عوض آن با ایشان حقوق های برابر را به دست آورند، از روی عدالت تمام عمر خود را در محتاجی و ناامیدی خواهند گذراند. برای همین همه اشان خود را نام نویس کرده سلاح به دست گرفتند. مادامی که درباره نزدیک شدن دشمن آوازها پهن می گردید ولی هنوز از آن درکی نبود، کروش همراه جنگاوران خود به مشقهای گوناگون مشغول شده بدنشان را آب و تاب می داد، با آنها تاکتیک حربی می آموزاند و روحیه جنگی آنها را با تمام امکانیت ها بالا می برداشت. ولی پیش از همه کروش از کیاکسار درباره شماره معینی گیپریت ها معلومات گرفته با آنها فرمان داد که به جنگاوران خود تمام لوازمات درکاری را به مقدار ضروری رسانند. بعد از این سربازان بجز از مشغول شدن به تمرین های نظامی علاج دیگری نداشتند. کروش مطمئن بود که تنها کسی همه گونه هنر را با مهارت کامل تعلیم می گیرد که هنرهای دیگر را صرف نظر نموده توجهش را تنها به آموزش هنری انتخاب نمودهش متمرکز سازد. برای همین او تیراندازی و نیزه را از مشقهای حربی خارج کرده تنها مشقهای جنگی را با ببر کردن جوشن، شمشیر و سپر باقی ماند. کروش سربازان را با اصرار بر تفکر
عادت می کنند که طبق آن ایشان باید در صفهای جنگی به هم چسبیده به دشمن حمله کنند، وگرنه آنها همچون اتفاقچیان باید بی ارزش بودن خود را اعتراف کنند. برای آدمانی که خوب می دانند که به آنها نه به خاطر چیزی دیگر بلکه تنها برای آنکه برای سرپرستان خود دلیرانه مبارزه بردن پاداش پولی می دهند، اعتراف نمودن آن خیلی دشوار است. با درک آنکه جنگاوران هنگام پیدا شدن رقابت بین آنها به مشقها بیشتر میل می کنند، کروش در همه نمودهای مهارت جنگی مسابقه ها برگزار می نمود که در آنها جنگاوران باید تکمیل یابند. شرط های مسابقه چنین بودند: جنگاور قطاری باید هنگام واخوری با دشمن انتظامناکی، مهنت دوستی، دلیری، تاباوری و دانش درباره هنری جنگی، قابلیت پرستاری یراق و اسلحه، اینچنین شهرت خواهی و تمایل به شکوه و شهامت را نشان داده این خصلت ها را در خود پروریده تواند. خودی پیمپدرخ هم باید جنگاوری نمونوی باشد و پنجگانه خود را نیز اگر امکان باشد همین گونه نمونوی سازد. و دیک درخ باشد، لازم می آمد که دهگانهش لاخک، لاخ خود و تکسی ارخ باشد. عهدهدار بود که نه تنها خودش جنگاوری به نقصان گردد، بلکه به فرماندهان تابع او نیز نظارت می کرد تا که آنها نسبت به فرمانبردارانشان ضرورت سیرطلبی را در اجرا نمودن وظیفه های حربی نشان دهند. به تکسی ارخهایی که بهترین سروران تکسیس هایشان اعتراف گردیده بودند، او به حیث تحفه وظیفه خیلی ارخ بلا خرک هایی که لاخهایشان را از همه بهتر آماده می نمودند بالا برداری تا به وظیفه تکسی ارخ، به بهترین دیکدرخها وظیفه لاخک و عیناً همین گونه بالا برداری پیمپدرخها تا مرتبه دیکدرخها و بهترین جنگاوران قطاری و مرتبه پیمپدرخ پاداش می داد. امتیاز همه این سرداران پیش از همه احترام فرمانبرداران به آنها بود و بر ضمن این به آنها موافق مقام و مرتبه اشان سرفرازی های دیگر نیز داده می شد. آنهایی که سزاوار سرفرازی ها می گشتند می توانستند به مکافات بیشتر امید بندند، به شرطی که اگر با مرور زمان کارنمایی مخصوصاً برجسته ای را انجام می دادند. کروش برای تمام واحدهای نظامی، تکسیس ها، لاخ ها، گروه های دهگانه و پنجگانه که در همه کارهای فوق و ذکر غیرت خاصه نشان داده نمونه انتظام نمونوی نشان می دادند، مکافات های پیروزی تأسیس داد. این مکافات ها به گروه های کلان آدمان موافق بودند. کروش چنین غمخواری می نمود و لشکرش چنین تعلیم می گرفت. شما گفتار 15 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.